به یک سوال مراجعت کردنیم. اگر در یگان کوچه جوانی را میبینیم که دست دختر در دستش است، چی کار کنیم؟ امروز او روز با یک برادر به ماشین آمده ایستاده بودیم، در نزد همین حضرت امیرجان از قسم پسش یک بچه که تاجیک، یک دختری تاجیک همین تا راستا در آغوش گرفتگی و از یکدیگر لذت بردیستند. راستا در پیش حضرت امیرجان، در همون جایی که اطرافش ده یک 100 تا آدم علا که به دولت چیدگی از پول جمع کردیستند، یک کس همونا را نمیبینه. خیلی بدبختی هست، خیلی بدبختی هست. امروز اگر جوانای از شما در کوچه میبینین که یک دختر در دست، مثال گوییم دستش در دست یک بچه است، اگر تو را خدا غیرت داده باشد، همون جوان مثال میتونی که پند موعظه کنی. چگونه که حضرت عمر رضی الله عنه خدا رحمتش کنه، تکو غیرت او را اگر امروز در این جهان ما تقسیم کنند، شاید به همه مردها غیرت او رسد. قدر غیرتی بلند داشتند که در شهر اگر مرد همراه زن یک جا می دیدن، دستی به دست نه، فقط پهلو به پهلو نشستگی یا یک زل قدم زنان با دره می زدن، یک دیگر را جدا می کردن. می گفتن در کوچه تو زنی اگرچه قانونی او هم که باشی، تو حقوق نداری که در کوچه دست و در دست شوهرت باشد. این در حقوق نداری، زیرا که این عمل تو با جوانها تأثیر دارد. به این خاطر امروز همون جوانی که اگر گوییم دخترها را در آغوش میگیرد یا دستی او را گرفته یا میان او را داشته و راه میگردد، وای بیچاره آدم جاهل است، وای عاقبت چه نمیداند. نه این دختر میداند، نه این بچه از عاقبتشون چیزی نمیداند که عاقبت این کار چی میشود. بسیاری عاشقا را دیدیم که با خودسوزی و با خودکشی رفتند. بسیاری عاشقا را دیدیم که در زندانها خوابیدند. بسیاری عاشقا را دیدیم که گویم که خانه های چند آدمای حلال دیگر را باز حرام کردند. از این خاطر جوان عزیز میتونی که تو را نصیحت کنی، میتونی که وای فیراد زنی، گویی برادر عزیز همین کوچه ای که ما و شما حرکت داریم و همین نام اسلامی که در تو هست، این زیبنده نیست که تو دست این دختری بیگانه را تو در دست، اگرچه زنت باشد حتی دست زن تا داشتن این جوان مردی را نشان نمیدهد. بسیار خوب میشد. حدیث پیغمبر است اذا رأى منکم منکرا فلیغیره بیده. هر وقتای شما یک منکرات میبینین، یک کاری نادرست با چشم دیدین، با دستهاتون تغییر دهید. امروز اگر چی ما اونها را گوییم که با دستمون زده نمیتونیم، لیکن در دوام حدیث حبیب خدا چی گفتند؟ فإن لم یستطع فبلسانی. اگر با دستها که شرایطش نباشد، با زبانتون اونها را نصیحت کنید. و این لم یستطع، اگر با زبانتم که نتوانستی، فبقلبه و ذالک اضعف الایمان. با دلت ویا بد ببین، لیکن با دل بد دیدن این نشانه ضعیفی ایمان ما را نشان میدهد. به این خاطر امروز ما میتونیم همون جوان پسرها همش بچه های ما و شما هستند، همون دخترکا همش خواهر و دخترای ما و شما هستند. همونا را میتونیم فریاد زنیم که ای خواهر عزیز، همین عشق بازی تو داری، من تو را به خدا قسم میخورم آینده نداری. تو الکه گویم زندگی حلال پاکیزه را دریاب کرده نمیتونی، آینده تو فرزندای سالم و صالح به دنیا آورده نمیتوانی، تو دیگر مادر اساسی شده نمیتوانی. تو در بین چشم این قدر مردم، در بین مردم آشکارا زنا داری. این زنای دست است، این زنای چشم است. تو داری این از آیندت فکر نمی کنی. اگر وی تو را دشنام دهد، در هر یک دشنامش 100 ثواب از نزد الله میگیری، اگر تو را دشنام دهد. لیکن انشاءالله من باوری دارم از بین همین 10 همین عاشقای بی عقل شاید 1 یا 2 نفر شما و شما را دشنام دهد، لیکن اکثریتش انشاءالله قبول می‌دارند.